بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. بینندگان عزیز و گرامی، سلام الله علیکم و رحمته و برکاته. امیدوار هستم هر جایی که هستید شاد و صحت و سلامت بوده باشید. باز هم با قسمت جدیدی برنامه قلب آسیا، ویژه برنامه افغانستان، خدمت شما عزیزان و سروران قرار دارم. البته در این قسمت برنامه قلب آسیا روی موضوع بسیار مهم و حساس صحبت میکنیم که او عبارت است از فاطمیون تهدید بالقوه برای افغانستان. لشکر فاطمیون که ما در هفته گذشته نیز در مورد صحبت های داشتیم با مهمانانمان، در این هفته نیز روی محور تهدیدهای این لشکر برای افغانستان صحبت خواهیم کرد. البته این حرف من نیست که لشکر فاطمیون برای افغانستان تهدید باشد. این حرف اکثریت مطلق مردم افغانستان هست. این حرف آگاهان افغانستان است. این حرف مقامات امنیتی افغانستان است که آنها نیز بالاخره پذیرفتند و مجبور شدند که بپذیرند تهدیدی آینده برای افغانستان گروهی نیست، لشکری نیست جز فاطمیون. ما در هفته گذشته در مورد فاطمیون صحبت کردیم که این گروه در کجا و چطور ایجاد شد. در سوریه اینها مرتکب چه جنایاتی شدند. گرچه تا امروز مزدوران رژیم آخوندی تهران در کابل بر این ادعا هستند و ادعا میکنند که لشکر فاطمیون در سوریه با داعش می جنگیدند، در حالی که این خلاف تمام واقعیت ها و حقایق است. کسانی که در مورد سوریه و قضیه سوریه آگاهی دارند و از اماکن حضور فاطمیون آگاهی دارند میدانند که در مناطقی که لشکر فاطمیون در سوریه می جنگند و یا جنگیدن، اکثریت آن مناطق مخالفین بشار الاسد بود و یا مناطق جیش الحر و یا لشکر آزاد سوریه بود و اسیران فاطمیون که نزد جیش الحر اسیر شد، مصاحبه‌اش در تمام رسانه های دنیا به نشر رسید، نیز نشان میدهد که نزد عساکر جیش الحر اینها اسیر بودند. و همچنان آن عده جوانان لشکر فاطمیون که فرار کردند از سوریه و به اروپا رسیدن، آنها نیز در مصاحبهشان تصریح کردند که ما را رژیم آخوندی ایران بردن، با مخالفان بشار الاسد ما می جنگیدیم. این واقعیت و حقیقتی است که مزدوران ایران میخواهد به چشم ملت و مردم افغانستان خاک بپاشند و این گونه وانمود کنند که فاطمیون در سوریه با داعش می جنگیدند. بالفرض اگر ما بالفرض این را بپذیریم که مزدوران ایران در این ادعایشان راست میگویند و لشکر فاطمیون در سوریه رفتند تا با داعش بجنگند، پس در حقیقت اینها بودند که داعش را به افغانستان کشانیدند، چون داعش در افغانستان حضوری نداشت و هیچ مسیر مرزی در مناطقی که داعش حضور داشت با افغانستان هم مرز نبود که از آن طریق داعش به افغانستان برسد. پس اینها بودند که رفتن به گفته خودشان با داعش جنگیدند تا داعش را به افغانستان فرا بخوانند. پس اینها عامل اصلی آوردن داعش در افغانستان از هر طرفی که ما بسنجیم اینها هستند. عنوان برنامه ما هست، موضوع این قسمت برنامه قلب آسیا است، فاطمیون تهدید بالقوه برای افغانستان. من گفتم که این حرف من نیست، بلکه حرف اکثریت مطلق مردم افغانستان و حرف مقامات امنیتی این کشور است. ما میشنویم که مقامات امنیتی افغانستان در مورد اینکه فاطمیون یک تهدید بالقوه برای افغانستان جور شدن چی میگویند. احمد جان کلیپ شماره را دو را اگر دارید با هم میبینیم که مقامات امنیتی افغان در آن تصریح میکنند که لشکر فاطمیون تهدید جدی برای افغانستان جور شده است. میشنویم کلیپ را. گفتمان با هدف مطالعه عوامل انواع لشکر فاطمیون که گونه‌گون سربازگیری و تأثیرات موجودات این لشکر بر امنیت ملی افغانستان است. مقام اصول شورای امنیت ملی افغانستان میگوید که اوضاع جنگ لشکر فاطمیون به نیابت از ایران بر روابط
کابل با برخی از کشورها تاثیر گذاشته است و این لشکر ببخشید همکار عزیزم احمد جان میگوین که مشکل فنی که رخ داده انشاءالله طرف کلیپ برمیگردیم. احمد جان ادامه بدیم. بسیار خوب. تا اینکه کلیپ آماده شود، ما مستند دیگه در هفته گذشته در مورد فاطمیون داشتیم که میخواستیم نشر بکنیم، البته اونجا هم مشکل فنی رخ داد و ما نتونستیم اون مستند را با هم ببینیم. عنوان اون مستند هست افغانستان بار دیگر در تیررس نظام ولایت فقیه. این مستند را میبینیم و بعد انشاءالله در مورد موضوعمان که فاطمیون تهدید بالقوه برای افغانستان است با مهمانان هر یک که در خلال برنامه با ما میپیوندند، استاد مبشر مسلمیار استاد دانشگاه از کابل و استاد ابراهیم عزیز را از آلمان خواهیم داشت و همچنان ارشد احمد مراد فعال اهل سنت بامیان را از افغانستان خواهیم داشت و همچنان حکیم مولوی زاده از فعالان اهل سنت ولایت کندوز را نیز با خود خواهیم داشت و همچنان استاد محمد نواز سقل همکار عزیزمان پیامی خواهند داشت که پیام ایشان را نیز در خلال این برنامه با شما شریک خواهیم ساخت. مستند را میبینیم. افغانستان بار دیگر در تیررس نظام ولایت فقیه. افغانستان بار دیگر در تیررس نظام ولایت فقیه. آخوند باد مست دیار پارس پس از کشت تخم کینه و آتش افروزی جنگ های مذهبی در همسایه های مغرب این بار اسب خود را سوی مشرق زین نموده است. نزدیکترین همسایه شرقی ملک ایران سرزمین جلال الدین خوارزمشاه و سلطان سیف الدین قطز می باشد که در نبود آنان زیر سومهای این قشون ایلی خانی صفت صفوی دارد لگدمال می گردد. چنین می نماید که ایلی خانی ها این بار با زدن ماسک آخوندی بر چهره دارند سرزمین های اسلامی را یکی پس از دیگری به خاک و خون کشیده از فجایع تاریخیشان در بغداد و دمشق و فلسطین و سایر بلاد مسلمین عملا تجلیل می کنند. نوادگان چنگیز یا آخوندان بیلگام ایران را سرشتی است بس شنی، ظهورشان توأم بوده است با جنگ، انگار ناف آخوند را با تیغی جنگ و نفاق و بربریت بریده باشند. این آخوند پیر به ادامه نقش پای مرشدش چنگیز خان در اولین ماه‌های ظهور طبل جنگ را علیه بغداد کوبید. 8 سال جنگ اصلاً بسنده نبود. آخوند می بایست منشور مغولگونه ولایت فقیهش را از دمشق و بیت المقدس گرفته تا نجد و حجاز و رود نیل تطبیق می کرد. عراق، سوریه، لبنان، یمن، نایجریا کشورهای اند که در نتیجه فتنه افروزی ایران به جویبار خون بیگناهان مبدل شدند. پس از این همه کشت و خون این بار چشم حقود آخوندان ایران افغانستان را نشانه گرفته است. بر اساس تازه ترین کتابی که تحت عنوان لشکر فاطمیون جنگجویان افغان در جنگ داخلی سوریه از سوی انستیتیوت مطالعات استراتژیک افغانستان ترجمه و به نشر رسیده، لشکر تروریستی فاطمیون تهدید بالقوه در برابر امنیت افغانستان تلقی شده است. این پژوهش که اثر توبیاس شنایدر نویسنده و پژوهشگر مسائل خاورمیانه در مؤسسه سیاست عمومی جهانی در برلین می باشد، پرده از اهداف خرابکارانه ایران در افغانستان بر می دارد. در یک گفتمانی که به هدف مطالعه عوامل ایجاد لشکر فاطمیون، چگونگی سربازگیری و تأثیرات آن بر امنیت ملی افغانستان در کابل تدویر یافته بود، شمار از مقامات بلندپایه امنیتی سابق در کابل هشدار دادند که در کنار گروه‌های دیگر لشکر فاطمیون نیز در افغانستان وارد میدان جنگ شده است. آریان شریفی، رئیس سابق ارزیابی تهدیدات در شورای امنیت ملی افغانستان میگوید که ایجاد لشکر تروریستی فاطمیون و جنگ نیابتی آن در این کشور
بر روابط کابل و برخی از کشورها تأثیر گذاشته و فاطمیون را یک تهدید بالقوه برای امنیت افغانستان می‌خواند. به گفته این مقام سابق، همکنون مراجع لشکر فاطمیون در ولایت‌های کابل، هرات، دایکندی و بامیان مشخص شده و زیر نظر اند. اگر این مردم میروند به کشورهای دیگه همچنان که در یمن و عراق فعلا حضور دارند و امکانی این وجود داره که حتی فراتر از او بروند در جاهای نقاط مختلف دیگه دنیا اینا وارد جنگ شوند، در او خواهی نخواهی بالای روابط دیپلماتیک افغانستان با این کشورها تاثیر منفی میتونه بگذاره. لشکر فاطمیون از جمله نیروهای تحت نظر سپاه پاسداران ایران می باشد. بخش عمده جنگجویان نیابتی که سپاه پاسداران به سوریه می‌فرستد جوانان شیعه افغان و شیعیان پاکستانی اند که به ترتیب زیر لشکر فاطمیون و زینبیون در کنار قوای طرفدار اسد قربانی می‌دهند. بر اساس گزارش‌ها از سال 2013 تا سال 2017 میلادی حدود 50,000 افغان در چارچوب لشکر فاطمیون از جانب ایران در سوریه به جنگ فرستاده شده اند. شواهد پژوهشگران نشان دهنده این است که شبکه‌های فعال در افغانستان وجود دارند که متعلق به جنگجویان فاطمیون بازگشته از سوریه اند. بر مبنای پژوهش منتشر شده از سوی دیدبان تروریسم و شورش، شبکه نظامی فاطمیون در افغانستان دارای 4,000 سرباز فعال می باشد که مستقیما از سوی سپاه پاسداران ایران تمویل می گردند. شمار از این افراد از جمله قربان غلامپور، نماینده رهبری ایران در کابل که متهم به تشکیل انجمن یا استخدام نیابتی اند، توسط نیروهای نظامی افغانستان دستگیر شده اند. شاخه‌های فعال گروه فاطمیون شعبه افغانستان بیشتر در مناطق هزارجات، ولایات کابل و بلخ فعالیت دارند. اخیراً شعله‌ور شدن جنگ در مناطق مرکزی شیعه‌نشین افغانستان چون ولایات ارزگان و غزنی جزء برنامه‌های مهندسی شده توسط سپاه پاسداران ایران است. هرچند دولت افغانستان لشکر فاطمیون در افغانستان را غیر قانونی اعلام نموده، اما بر اساس اظهارات جعفر مهدوی، نماینده کابل در شورای ملی و مؤسس حزب ملت افغانستان، اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان از این که رابطه اش با امریکایی ها به سردی گراییده است، در تلاش لابیگری به ایران و تسهیل مداخلاتشان در افغانستان می باشد تا بدین طریق پشتیبانی ایران را در انتخابات ریاست جمهوری سال 1398 هجری خورشیدی به خود جذب نماید. از این رو در مهار ناامنی‌های اخیر ولایت‌های ارزگان، فرا و غزنی حکومت از خود تساهل نشان داده و از آن به نحوی دارد چشم پوشی می‌کند. از سوی دیگر اجمل بلوچ زاده رئیس دارالانشای جریان سیاسی محور مردم افغانستان نیز در نتایج پژوهشش اظهار داشته است که ایران در پی شعله‌ور ساختن جنگ مذهبی در افغانستان بوده و سفارت ایران در کابل، شرکت‌های توریستی و سیاحتی و حوزه‌های علمیه از مهمترین مراکز تبلیغات و سربازگیری ایران در این عرصه هستند. بدین ترتیب اگر این وضعیت مهار نشود، افغانستان بیش از پیش شاهد ناامنی‌ها خواهد بود. این در حال است که در آستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، طالبان با جانب حکومت افغانستان برای اولین بار در گفتگوی مستقیم صلح در مسکو حاضر شدند. رژیم ایران که از برقراری ثبات دائمی در افغانستان سخت احساس خطر می کند، در تلاش است تا پس از صلح حکومت افغانستان با طالبان خاکستر این فتنه را به جنگ مذهبی شعله‌ور سازد. در واپسین مورد، مشاجره میان دانشجویان شیعه مذهب و اهل سنت در خوابگاه دانشگاه کابل منجر به کشته شدن یک دانشجو و زخمی شدن 2 تن دیگر گردید. هرچند مقامات دولتی علت اصلی حادثه دانشگاه کابل را مشاجره لفظی بر سر نوبت در صف غذا می‌خواند، اما سودجویان نفوذی فاطمیون در این میان از موقعیت استفاده نموده و با دامن زدن به اختلاف مذهبی دامنه مشاجره را گسترده ساختند. البته در سالهای پسین
ایران پیشرفت‌های نسبی که در عرصه زیربناهای اقتصادی افغانستان به وجود آمده را تهدید برای خود تلقی می‌کند، یکی از موارد مهمی که ایران نگران آن است، ساختن بندهای آب بر فراز دریاهای غرب افغانستان میباشد. دریای هلمند و هریرود و فراه 3 حوزه آبی بزرگ در غرب افغانستان هستند که پس از عبور از افغانستان وارد خاک ایران می شود. سلما نام بزرگترین سد آب در افغانستان است که به گفته امین الله امرخیل، قماندان امنیه هرات، زیر تهدید بلند امنیتی قرار دارد. این بند 1 سال پس از بهره برداری در سرطان سال گذشته مورد حمله افراد مسلح قرار گرفت که در نتیجه آن 10 تن از نیروهای محافظ این بند کشته شده و 1 تن دیگر زخمی شد. سلما تنها بندی نیست که ایران آن را نشانه گرفته باشد. هفته گذشته افراد مسلح بر بند کمال خان در ولایت نیمروز نیز حمله نمودند. بر اساس اظهارات ولی احمد صریح، قماندان امنیه ولایت نیمروز، در این حمله 2 پلیس و 5 مهاجم کشته شده و 7 مهاجم دیگر زخمی گردیدند. طرح ساخت و ساز بند کجکی که ممکن است به تازگی با یک شرکت ترکی امضا گردد، بیشتر ایران را وحشت زده ساخته است. جواد ظریف وزیر خارجه ایران پیش از این با لحن هشدار آمیز گفته بود که کشورش برای گرفتن حقابه خود از افغانستان از هر ابزار فشاری استفاده می کند. حسن روحانی رئیس جمهور ایران نیز گفته است که در زمینه ساخت بندها در کشورهای همسایه، خصوصا در افغانستان، نمیتواند بی تفاوت باشد. طالبان که در مخالفت با حکومت افغانستان قرار دارند، اتهام این حملات را رد نموده و اظهار داشتند که ملکیت‌های عام المنفعه را هدف قرار نمیدهند. بر اساس اظهارات محمد نادر بلوچ، نماینده مردم نیمروز در مجلس سنا، مهاجمینی که بر بند کمال خان حمله کرده اند به سوی ایران فرار نموده اند. با سلام مجدد خدمت شما بیننده های عزیز و گرامی، مستند را با هم دیدیم که عنوانش بود افغانستان بار دیگر در تیررس نظام ولایت فقیه. البته افغانستان تا هنوز از تیررس نظام ولایت فقیه نجات نیافته است. از روزی که انقلاب نااسلامی خمینی در ایران حاکم شد، ملت های منطقه به خصوص همسایه های ایران مثل عراق و افغانستان به خاک خون کشیده شدند. در این میان بیشترین ضرر را البته ملت شریف افغانستان دید و دارد می‌بیند. البته در داخل افغانستان تعداد از مزدوران ایران بارها تصریح کردند و علنا گفتند که منافع ایران برایشان مهمتر از منافع افغانستان هست. به همین خاطر آنها به خاطر منافع ایران در کشور و در منطقه
همیشه تلاش میکنن و سعی میکنن، از جمله این مزدوران علنی و آشکار ایران در افغانستان آقای سید عیسی حسینی مزاری یکش هست که ما بارها در حوادث متعدد دیدیم که این آخوند افغانی به دهل ایران رقصید و منافع ملی افغانستان را پشت پا گذاشت و همچنان برخلاف مقررات دولت افغانستان و برخلاف اظهارات دولت افغانستان موقف گیری های مزدورانه‌ای داشت در قضیه یمن، در قضیه سوریه، در قضیه عراق، حتی در قضیه اعدام نمر النمر. ما دیدیم که این آخوند افغانی به خاطر خوشحال کردن بادارانش در قم و تهران علیه اون اعدام هم موقف گرفت و حرف زد، در حالی که هیچ ربط آن قضیه به افغانستان نه به ایران به هیچ جای دنیا نداشت. داخلا یک قضیه کاملا داخلی سعودی بود و محکمه سعودی، سارنوالی سعودی مستقلانه عمل کردند و مجرم را اعدام کردند. اما این مزدور بدون اینکه نمر بفهمه که در دنیا کسی به نام سید عیسی حسینی مزاری هم هست، به خاطر همون نان حلالی و نمک حلالی بادارانش در تهران حرفهای زد. حالا این آخوند در قضیه فاطمیون هم خاموش نیست، هر روز دارد می نویسد و مطرح می کند، چیزهایی می گوید که گویا این فاطمیون فرشته های نجاتی هستند که رفتن ملت سوریه را نجات دادن و حالا باید بیاین ملت افغانستان را نجات بدهند. اینها در سوریه چی گلهایی را آب دادن، چند صد هزار ملت مظلوم سوریه را به خاک و خون کشیدن، چندین میلیون را مهاجر و آواره کردند، سوریه را کلاً از بین بردن با همکاری جنگنده های روسیه. امروز این آخوندها تلاش دارند که نه، این فاطمیون اینها مجاهدین اسلام هستند، اینها پاسبانان امت اسلامی هستند، اینها باید بیان تا ملت افغانستان را از این مشکلات نجات دهند. در صفحه فیسبوکش چند روز قبل وقتی که مقامات امنیتی افغان لشکر فاطمیون را تهدید بالقوه برای افغانستان خواند، این آخوند آمده در صفحه فیسبوکش نوشت که با عنوان لشکر فاطمیون پایان جنگ گرم، آغاز جنگ نرم. مقاله نوشته، در این مقاله به چند چیز عمده اشاره میکنه. اول تلاش میکنه که برای ما این را ثابت بکنه که این لشکر فاطمیون که متشکل از جوانان شیعه مهاجر افغانی هست، این جوانان به طور داوطلبانه و رضاکارانه آماده شدند تا بروند از ملت مظلوم سوریه دفاع بکنند. اینها رفتند به سوریه با گروه های تکفیری و داعشی و غیره اونجا جنگیدند. این یک نکته که این آخوند میخواد برای ما این را ثابت بکند که لشکر فاطمیون جوانان رضاکار و داوطلب شیعیان افغانی بود که اونجا رفتند و همچنان در خلال این مقاله تلاش میکند که این را برای ما بفهماند همانگونی که لشکر فاطمیون در سوریه رفت و ملت سوریه را از گروه های افراطی نجات داد، این گروه میتواند که بیاید به افغانستان و ملت افغانستان را از افراطیون و تندروان به گفته خودش نجات بدهد. سوال اینجا مطرح می شود که آیا واقعاً این لشکر فاطمیون به طور داوطلب و رضاکار به سوریه رفته بودند، یا این که قسمی که کلیپ ها و مستندهای نشر شده از فاطمیون که بارها آنها اظهار کردند، بعضیاش گفتن که ما در زندان بودیم، از زندان ما را آزاد کردن به شرط اینکه بریم در سوریه بجنگیم. بعضیش گفت که ما آمدیم از افغانستان به ایران تا مزدوری کنیم، کار کنیم، برای خانواده‌مان لقمه نان آماده بکنیم. بعد از اطلاعات ایران افتیدیم و ما را در بدل $600 ماهانه به سوریه فرستاد. این تصریحات اسیرای فاطمیون است که در شبکه‌های اجتماعی، در رسانه‌های جهانی بین المللی البته به نشر رسیده است. در مورد حرف‌های این آخوند صحبت می‌کنیم ان شاءالله. احمد جان مهمان روی خط است. بله، با استاد مبشر مسلمیار، استاد دانشگاه از کابل افغانستان که با ما روی خط هستند، در مورد گفته‌های آقای مزاری با استاد مسلمیار عزیز صحبت می‌کنیم. استاد مسلمیار اگر صدای مرا دارید خدمتتان عرض سلام و ادب دارم. السلام علیکم. بله
سلام علیکم و رحمت الله. استاد صدای شما را من ندارم. صدای ما را میشنوین شما یا خیر؟ بله، تا اینکه مشکل برطرف شود و استاد را ما با خود داشته باشیم، کلیپ از حرف‌های مقامات امنیتی افغان را داشتیم، می‌دیدیم که مشکل فنی رخ داد، نتونستیم ببینیم. کلیپ را می‌بینیم که مقامات امنیتی افغان در مورد لشکر فاطمیون چی میگویند. البته بعضی از سخن‌هایشان در آن مستند هم گنجانیده شده بود. کلیپ را با هم می‌بینیم تا اینکه استاد مسلم یار روی خط بیاید. گفتمان با هدف مطالعه عوامل ایجاد لشکر فاطمیون، چگونگی سربازگیری و تاثیرات موجودیت این لشکر بر امنیت ملی افغانستان. این مقام پیشین شورای امنیت ملی افغانستان میگوید که ایجاد و جنگ لشکر فاطمیون به نیابت از ایران بر روابط کابل با برخی از کشورها تاثیر گذاشته است و این لشکر یک تهدید بالقوه علیه امنیت ملی افغانستان است. در حالت فعلی تهدید بالفعل نیست، بالقوه است. گرچه دو سه مورد بسیار خرد و کوچک اینا به شکل بالفعل هم وجود داشت. مثلا موضوع جنگ بین کوچی و دهنشین بود، در اونجا اطلاعات وجود داشت که تعدادی از اعضای فاطمیون در جنگ شرکت کرده بودند در اونجا. یکی دو بار دیگه بعد از حملاتی که بر اماکن مقدسه اهل تشیع در افغانستان صورت گرفت از طرف خب حال حقانی بود یا داعش بود، هر کدامش که بود، ویدیوهای برآمد از گروهایی که در افغانستان بودند و او را اعلان کردند که اگر حکومت افغانستان قادر به این نیست که برای ما تامین امنیت بکنه، ما هم قدرتش داریم و هم خواستش داریم و این کار ما میکنیم. خب اینا هم نقاط خرد و کوچکی بود، اما تهدید اصلی تهدید بالقوه هست که امکان بروزش فوق العاده زیاد است. این مقام پیشین شورای امنیت ملی افغانستان گفت که همکنون مراجع لشکر فاطمیون در کابل، هرات، دایکندی و بامیان مشخص و زیر نظر هستند و اما ایران چگونه برای لشکر فاطمیون سربازگیری میکند؟ ما وقتی که رفتیم دنبال اینکه از کجاها، از کدام مجاری ایران سربازگیری میکنه و شیوه های سربازگیری چه، یک بخش سربازگیری از بین اردو و پلیس افغانستان بود. سربازهایی که ترک کرده بودند وظایفشان را آموزش دیده بودند با استفاده از روابط، با استفاده افراد نفوذی که در داخل افغانستان داشتند، راهنمایی میشدند، از کابل حرکت میکردند، میرفتند به طرف هرات یا نیمروز، بعد از نیمروز یا میرفتند به طرف پاکستان، بعد از پاکستان میرفتند به مسیر ایران. یک راه بسیار سخت را طی کردند. احمد شجاع سردبیر مجله ختمش عمومی جورجتاون که درباره لشکر فاطمیون تحقیق کرده است، هشدار داد که خانواده‌های اعضای این لشکر در ایران زیر فشار قرار دارند و احتمال استفاده از لشکر فاطمیون در سایر کشورها وجود دارد. یک تعداد فاطمیونی که برگشتن از سوریه و اینا در ایران اقامه دارند، اینا زیر فشار حکومت ایران هستند. به خاطر از اینکه اقامه‌ای که برای فاطمیون داده میشه سالانه باید تمدید شود، تا مدت 10 سال تمدید میشه و اگر فاطمیون و خانواده‌هایشان سرپیچی از حکم یا فشارهای حکومت ایران کنند، به احتمال زیاده که استفاده از این آله فشاری که اقامه سالانه هست استفاده خواهد شد و یعنی به این معنا که ایران یک قطعه از این خیلی زیاد آسیب پذیر مهاجرین افغان را در خود جای داده و عملا وجود داره در اونجا، یعنی میتونه با استفاده از اینا در منازعات محلی خاورمیانه احتمالاً استفاده کنند. لشکر فاطمیون از جمله نیروهای تحت نظر نیروی قدس سپاه پاسداران ایران است که عمدتاً از مهاجرین افغان ساکن ایران ایجاد و برای جنگ به سوریه اعزام میشوند. حکومت افغانستان نیز تلویحاً خواستار منحل شدن این لشکر شده و گفته است که خون افغان‌ها نباید به خاطر اهداف توسعه طلبانه دیگران ریخته شود. بله بیننده های عزیز، کلیپ را شنیدیم که مقامات امنیتی افغان چطور تصریح میکردن. اول اینکه گفتن که لشکر فاطمیون فعلا تهدید بالفعل نه بلکه تهدید بالقوه برای امنیت ملی افغانستان و مردم افغانستان جور شدن و همچنان گفتن که در جنگ ها علیه کوچی ها و در جنجال هایی که در مناطق میان هزاره های افغانستان و میان کوچی ها صورت گرفته، در آن جنگ ها افراد فاطمیون دیده شده است و همچنان بسیار تکان دهنده بود این نکته که سربازگیری از کجا میشه. یکی از عمده‌ترین جای سربازگیری برای فاطمیون اردو و پلیس افغانستان بوده. شیعیانی که فعلا در داخل اردو و پلیس افغانستان هستند
از میان اینها سربازگیری شده و این جوانان پلیس و اردوی شیعه افغانستان با فاطمیون پیوستند که این خیلی خطرناک است و همچنان خانواده های اینها در ایران تحت فشار قرار دارند. این حرف های ما نه، البته حرف های مقامات امنیتی افغانستان است که در این اواخر مجبور شدن که این چیزها را مطرح بکنن، ورنه از چندین سال لشکر فاطمیون در سوریه دارن جنایت میکنن. بارها ما کلیپ های نشر کردیم از اسیران آنها، از بازداشت شدگان آنها که چگونه آنها را مجبور میکند ایران به سوریه میفرستد. آنها توصیه داشتند برای افغان ها که میگفتند که شما به ایران نروید که شما را به سوریه میفرستند، اما بالاخره دولت افغانستان هم به بینی رسید، فکر میکنم مجبور شد که این حرف ها را با رسانه ها شریک سازند. احمد جان، اگر مهمان روی خط هستند بسیار خوب. تا کنون مشکل فنی ما برطرف نشده که استاد مسلمیار را با خود داشته باشیم. البته در مورد فاطمیون ما مصاحبه داشتیم با برادر حکیم مولوی زاده فعال اهل سنت از ولایت کندوز افغانستان که آیا واقعا ایشان به عنوان یک جوان افغان لشکر فاطمیون را برای افغانستان یک تهدید تلقی میکنند مثل که مقامات امنیتی افغان میگوید، یا اینکه همانند سید عیسی مزاری و محقق و غیره لشکر فاطمیون را به عنوان فرشته های نجات قبول میکند و میپندارد؟ پاسخ این برادر جوان را میشنویم که ایشان در مورد فاطمیون چی میگویند. نحمده و نصلی علی رسول الکریم. عرض سلام دارم خدمت جناب عالی و تمام بیننده های فهیم شبکه جهانی فارسی 24. شما بسیار به سوال خوب و مهم اشاره فرمودین. قبل از اینکه به سوال شما بپردازیم اجازه بدین که کمی به تاریخچه امی فتنه ها و دسایسی که فعلا در افغانستان و منطقه جریان داره بپردازیم. تقریبا 2 دهه قبل بعد از اشغال افغانستان توسط غربی ها، بعضی از سران قومی و رهبران تشیع یک پلان بسیار خطرناک، زیرکانه و ماهرانه را با کمک همه جانبه ایران اینا پیش بردند که در این راه اینا حمایت امریکایی ها را نیز با خود داشتند. این از این قرار بود که اونها مردم تشیع را از ولایت مرکزی افغانستان که در زندگی میکردند آوردن در منطقه دشت برچی کابل اینا جابجا کردند. دشت برچی در غرب کابل واقع است. یک دشت بسیار وسیع است که قبلا تقریبا خالی از سکنه بود و در بعض مناطقش دیگر اقوام مخصوصا برادران پشتون زندگی میکنند که فعلا هم از منطقه رفتن و منطقه همه از مردم تشیع آمدن جابجا شدن زندگی میکنن. این جابجایی که در طول 17-18 سال صورت گرفت فعلا هم جریان داره، تقریبا 2 میلیون نفوس در بر میگیره. این به خاطر بود که اونا نبض افغانستان یعنی کابل را در دست داشته باشن، به خاطر که هر موقع بخوان بیان گلوی دولت مردان بفشارن و این مردم در سرک‌ها و در جاده ها بکشانن و امتیاز بگیرن و به خاطر زیاده خواهیشان همیشه این کار کردن و میکنن. و این منطقه یک منطقه میایم سر سوال شما. این منطقه که دشت برچی گفتم یک منطقه وسیع شیعه نشین است که تقریبا دیگه مردم در اونجا کمتر، مخصوصا دولت مرکزی کمتر دسترسی داره. یک منطقه بسیار مناسب و خوبی برای فاطمیین میباشه که برای سربازگیریشان و برای کارهای تبلیغاتی و فرهنگیشان یک منطقه بسیار خوب و مهمه میباشه که اونجا فعالیتاشان تقریبا آزادانه اونجا انجام میدن. شما در مورد خطر گروهک تروریستی فاطمیین اشاره کردین استاد. خدمتتان عرض کنم که گروه‌های شبه نظامی در هر جا و هر جامعه که باشه به ضرر مردم و جامعه می باشد، مخصوصا گروه‌ها که تروریستی فاطمی که گروه‌ها که ایدئولوژیک است، مستقیم از طرف یک کشور بیگانه و از طرف سپاه پاسداران اینا تجهیز و تمویل و مسلح میشن. اینا
در آدم کشی و جرم جنایت از هیچ کار دریغ نمیکنن که ما شاهدش بودیم در اینا چی جنایت را در سوریه، یمن و عراق اینا انجام دادن. اگر جلوشان گرفته نشه اینا فعلا بعضی ها میخوان که با کمک ایران اینا را بیارن و در بعضی مناطق افغانستان جابجا کنن. اگر مردم بیدار نشون جلوی این دسایس گرفته نشه خدا نخواسته ما به سرنوشت سوریه دچار میشیم. باید مردم هوشیار و بیدار باشن که جلوی فتنه ها گرفته شود. و شما هم تشکر میکنیم، شما ادای مسئولیت نبودین و در این باره شما این برنامه را درست کردین که مردم آگاه شوند. و خواهش از شما و مسئولین شبکه جهانی 24 داریم که اگر میشه، اگر امکان داره، شما می شبکه تانه برین روی ماهواره یاست قرار بدین. یاست ماهواره است که در افغانستان تمام شبکه داخلی افغانستان از طریق همین شبکه همین ماهواره پخش میشه و شما هم برین شبکه رو روی این ماهواره قرار بدین که ما از این برنامه ها و دروس شما مستفید شیم تا مردم افغانستان به آگاهی بیشتر برسند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. تشکر میکنیم از برادر عزیزمان حکیم مولوی زاده فعال اهل سنت از ولایت کندوز افغانستان که در مورد لشکر فاطمیون نگرانی خود را مطرح کردند و با ما شریک ساختند. یقینا که خطر برای ملت افغانستان، خطر جدی که فعلا برای مردم افغانستان جور شده است، حضور لشکر فاطمیون است. در این اواخر ما میبینیم که دولت افغانستان دارد با طالبان مذاکرات میکند و از سوی ایالات متحده آمریکا هم فشارهای بالای طالبان و دولت افغانستان دارد وارد می شود که اینها کنار هم بیان، با هم به طور جور بیان. در این میان می بینیم که لشکر فاطمیون مطرح می شود و فکر می کنم ایران آماده نیست. رژیم آخونده تهران نمی خواهد که جنگ افغانستان خاموش شود و در افغانستان امنیت، ثبات، استقرار و استقلالیت برقرار شود، بلکه می‌خواهد که این جنگ ادامه پیدا بکند. در جنگ و ناامنی افغانستان منافع زیاد رژیم آخونده تهران نهفته است که از آن میان آب افغانستان. اگر در افغانستان جنگ بود ما نمیتونیم که سدها و بندهای خود را حفاظت بکنیم و از آب خود حفاظت بکنیم. این آب بدون هیچ نوع قید و شرط میرود به خاک ایران و همچنان تجارت زعفرانی که دارد فعلا زعفران افغانستان را به نام زعفران خود در بازارهای جهانی مطرح می کند که در این مورد خبرهای در روزهای گذشته نیز نشر شد که از زعفران فروشان و زعفران کاران افغانستان شکایت داشتند و ابراز نگرانی کردند که ایران نمیخواهد زعفران افغانستان به نام افغانستان در بازارهای بین المللی راه پیدا بکنه و منافع فراوان دیگری ایران در ناامنی و جنگ افغانستان نهفته است. به این خاطر رژیم آخوندی ایران میخواهد که به هر طوری که میشود جنگ در افغانستان به درازا بکشد، ادامه پیدا بکند. فلهذا بعد از اتفاقی اگر میان دولت افغانستان و طالبان رخ میدهد و اینها کنار هم میآیند، یقینا این جنگ جدید با لشکر فاطمیون دارد آغاز می شود و ما در روزهای گذشته دیدیم که قماندان علی پور چطور از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شد و سپس با فشارهای فراوانی از طرف ایران این رها می شود. در این 48 ساعت یا کمتر که قماندان علی پور نزد نیروهای امنیتی افغان بود، هواداران او در نقاط مختلف افغانستان چه آشوبی را برپا کردند، چه تخریب‌هایی کردند، اماکن عامه و ادارات و دوایر حکومتی را به آتش کشیدند، ده‌ها تن از پلیس را مجروح کردند. چیده گزیده از خبرهای در ارتباط با همین قضیه علی پور و گرفتاری و آزادی از او و تهدیدها و خطراتی که برای افغانستان پیش شد طی هفته گذشته را ما انتخاب کردیم از میان مجموعه خبرهای شبکه جهانی فارسی 24. این گزیده از خبرهای مربوط با
این قضیه را با هم میبینیم و برمیگردیم. احمد جان اگر آماده است کلیپ شماره 6 فکر میکنم. بله، با هم میبینیم گزیده‌ای از خبرهای مربوط به علیپور و تظاهرات شیعیان در نقاط مختلف افغانستان را. مخالفت با لشکر فاطمیون و مسلح‌سازی شیعیان افغان جان مولوی عبدالبصیر حقانی را گرفت. مولوی حقانی رئیس شورای علمای کابل روزهای گذشته در پی حادثه اورانوس در یک مصاحبه تلویزیونی در مورد مسلح شدن شیعیان جداً ابراز نگرانی نموده و توزیع سلاح از سوی ایران برای شیعیان را خطرناک خوانده و رژیم آخوندی ایران را متهم به شعله‌ور ساختن جنگ‌های مذهبی در افغانستان نموده بود. هنوز از این حرفها 72 ساعت نگذشته بود که روز شنبه بعد از ظهر مولوی عبدالبصیر حقانی در نزدیکی منزلشان در کابل از سوی افراد موتورسیکل سوار به شهادت رسیدند. یک فرمانده غیر مسئول از سوی پلیس و امنیت ملی افغانستان بازداشت شد. نیروهای پلیس و امنیت ملی افغانستان روز یکشنبه 4 قوس علیپور قماندان افراد مسلح غیر مسئول را در شهر کابل بازداشت کردند. به گفته سید محمد روشندل فرمانده پلیس کابل در پی بازداشت علیپور شمار هواداران وی در غرب کابل در اعتراض به بازداشت این فرمانده غیر مسئول برخی از پوسته های پلیس در حوزه های 18 و 13 امنیتی کابل را به آتش کشیدند. فرمانده پلیس کابل خاطر نشان کرد که در حمله معترضان مسلح بر پلیس بیش از 20 سرباز پلیس زخمی شدند. نصرت رحیمی سخنگوی وزارت داخلی افغانستان چند قبل علیپور را مسلح غیر مسئول، جنایتکار و قاتل توصیف کرده بود. برخی از تحلیلگران علیپور را مأمور سپاه پاسداران رژیم ایران دانسته میگویند وی مانند دهها فرمانده لشکر تروریستی فاطمیون وظیفه دارد تا آتش جنگ مذهبی در افغانستان را برافروزد. فرمانده پلیس کابل اعتراضات در این شهر را آشوب و خلاف قانون دانست. در پی بازداشت یک قماندان غیرمسئول از سوی پلیس و امنیت ملی افغانستان، تعدادی از مزدوران رژیم ایران و شبه نظامیان تحت فرمان این قماندان بازداشت شده در کابل پایتخت افغانستان اقدام به تجمع غیرقانونی نمودند. شبه نظامیان تحت فرمان این قماندان غیرمسئول با استفاده از اسلحه و به بهانه راهپیمایی دست به آشوب زده و با شلیک به سوی پلیس بیش از 20 سرباز پلیس را زخمی کردند. سید محمد روشندل قماندان امنیه کابل پایتخت افغانستان اعتراضات شیعیان مزدور رژیم ایران در کابل را آشوب و خلاف قانون دانسته آنها را آشوبگرانی خواند که با حمله به پلیس نظم اجتماعی و امنیت کابل را مختل کردند. فرمانده غیر مسئول شیعه با قید ضمانت آزاد شد. برخلاف اظهارات معین ارشد وزارت داخلی افغانستان، فرمانده غیر مسئول موسوم به علیپور و آشوبگر شیعه پس از گذشت کمتر از 48 ساعت با قید ضمانت آزاد شد. ساعت پیش از آزاد شدن مشروط این فرمانده، اختر ابراهیمی در نشست خبری گفته بود که فرمانده بازداشت شده توسط امنیت ملی افغانستان پس از گذشت 72 ساعت از زمان بازداشت به نهادهای عدلی و قضایی سپرده می شود. و همچنین در این نشست خبری از مجروح شدن 48 سرباز پلیس توسط معترضان مسلح خبر داده معترضان را به عدم رعایت موازن متهم نموده بود. بر اساس خبرنامه ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان، فرمانده آشوبگر موسوم به علیپور روز یکشنبه از منطقه قلعه قاضی شهر کابل به اتهام داشتن افراد مسلح غیر مسئول اخاذی حمله بر نیروهای امنیتی و چند مورد دیگر از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شده بود. اتهام‌هایی که معین ارشد وزارت داخلی افغانستان نیز آنان را تایید می‌کند. وزارت کشور افغانستان تا اطلاع بعدی برگزاری تظاهرات در کابل را ممنوع اعلام کرد. ویس احمد برمک وزیر داخلی افغانستان روز سه‌شنبه 27 نوامبر اعلام کرد که برگزاری هر گونه تظاهرات تا اطلاع بعدی در شهر کابل ممنوع است و اگر مظاهره‌ای بدون هماهنگی پلیس انجام شود با عاملان آن برخورد قانونی صورت خواهد گرفت. او گفت آنانی که در 2 روز گذشته در شهر کابل آشوب برپا کرده و دست به تخریب پاسگاه‌های پلیس و تأسیسات عامه زدند بازداشت و مورد بازپرس قرار خواهند گرفت. وزیر کشور افغانستان افزود قانون باید بر همگان یکسان تطبیق شود. جنایتکار جنایتکار است، مجرم مجرم است. یک تعداد حلقات خاص هستند که همیشه منتظر یک فرصتند تا یک حادثه خلق شود
و از آن برای رسیدن به اهداف شومشان استفاده کنند. از مسائلی که بعد حقوقی و قانونی دارد نباید سوء استفاده شود. تأکید مجلس صنایع افغانستان بر توقیف دوباره علیپور. در بحث آزاد نشست مشوران و جرگه یا مجلس صنایع افغانستان که روز سه شنبه 6 قوس برگزار شد، بر توقیف دوباره فرمانده محلی غیر مسئول موسوم به علیپور تاکید گردید. علیپور روز یک شنبه هفته جاری از سوی نیروهای امنیتی در کابل بازداشت شد و در ظرف کمتر از 48 ساعت با قید ضمانت آزاد گردید. شبه نظامیان مسلح شیعه مذهب به دنبال بازداشت این فرمانده غیر مسئول در غرب کابل دست به تظاهرات خشونت آمیز زدند. آشوبگران به بهانه اعتراض 48 سرباز پلیس را مجروح و 9 پاسگاه امنیتی و 3 مرکز جلب و جذب اردوی ملی افغانستان را به آتش کشیدند. در نشست مجلس صنایع افغانستان رحمت الله اچکزی، نماینده مردم قندهار گفت گرفتاری علیپور یک دستاورد بود، اما رهایی او برای ما سؤال برانگیز است. اگر مجرم نبود چرا گرفتار شد و اگر مجرم و متهم بود چرا رها گردید؟ به گفته او دولت اراده قاطع برای مجازات ناقضین حقوق بشر و کسانی که دستانشان به خون ملت آغشته است ندارد. رئیس مجلس صنایع افغانستان رهایی فرمانده محلی غیر مسئول را خلاف قانون دانست. فضل‌الهادی مسلمیار رئیس مجلس صنایع مشران و جرگه افغانستان در نشست روز سه شنبه 6 قوس این مجلس آزادی فرمانده محلی غیر مسئول به نام علیپور را خلاف قانون خوانده گفت او باید به ارگان‌های عدلی و قضایی معرفی شود. مسلمیار گفت ما نباید از هیچ جنایتکار دفاع کنیم، بگذارید مراجع عدلی و قضایی در چنین قضایا تصمیم بگیرند. رئیس مشران و جرگه افزود اگر بزرگان یک قوم به خاطر دفاع از یک جنایتکار تلاش می کنند، ما هم از حکومت می خواهیم تمامی جنرالانی را که به اتهام سوء استفاده از صلاحیت‌های وظیفوی بازداشت شده اند از زندان رها کنند. طیبه زاهدی نماینده مردم هرات نیز در این نشست تظاهرات 2 روز اخیر را به بغاوت و آشوبگری تشبیه نموده ضمن محکوم کردن اعتراضات خشونت آمیز از حکومت افغانستان خواهان بازداشت کسانی شد که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم در این بغاوت و آشوبگری دست داشته‌اند. تشکر. گزیده از خبرهای مربوط به موضوع ما بود که در روزهای گذشته در شبکه جهانی فارسی 24 البته به نشر رسیده بود. استاد مبشر مسلمیار را روی خط داریم. استاد مسلمیار عزیز، اگر صدای مرا میشنوین خدمتتان عرض سلام و ادب دارم. سلام الله علیکم و رحمته و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. من عرض ادب و احترام دارم خدمت شما همه شنونده های بیننده های خوب برنامه‌تان. تشکر، سلامت باشید استاد مسلمیار عزیز از اینکه برای ما و بیننده های عزیزی برنامه قلبی آسیا وقت گذاشتین. موضوع این قسمت برنامه قلبی آسیا هست فاطمیون تهدید بالقوه برای افغانستان. البته این حرفای ما نه بلکه مقامات امنیتی افغانستان این را در این اواخر مطرح کردند که فاطمیون برای افغانستان یک تهدید بالقوه جور شده است. روزهای گذشته شما در کابل هستین، البته قسمی که قماندان علیپور گرفتار شد و سپس بعد از 48 ساعت یا کمتر از او آزاد شد. در خلال آن 2 روز در نقاط مختلف افغانستان هواداران او به تظاهرات پرداختند. در این تظاهرات ها البته آشوبگری های نیز کردند که وزارت داخله این کاریان ها را آشوبگری خواند. اماکن عمومی، دوائر دولتی را در کابل، در بامیان با آتش کشیدند که احمد جان میتونی تصاویری از این با آتش کشیدن دوایر حکومتی را به نشر بسپاری. استاد مسلمیار عزیز، قضیه فاطمیون در افغانستان در این روزها گرم هست. ما سر زدیم به صفحه سید عیسی حسینی مزاری، یکی از مزدوران علنی ایران در افغانستان. در صفحه فیسبوکشان مقاله نوشتن، یقینا شما هم مرور کردید و دیدید. ایشان علنا از لشکر فاطمیون نه تنها این که حمایت می کند بلکه لشکر فاطمیون را فرشته نجات عنوان می کند و می خواهد و می گوید در این مقالش که لشکر فاطمیون در حقیقت فرشته های نجاتی بودند که رفتن ملت سوریه را از ظلم و جنایات تکفیری ها نجات دادند و حالا آماده هستند که بیاین ملت افغانستان را نیز از این مشکلات کنونی
نجات دهد. از خلال مقالش به چند نکته مهم و اشاره می کند. اول میگوید که لشکر فاطمیون عبارت از جوانان شیعه داوطلب افغانی بودند که به طور رضاکارانه و داوطلبانه برای حمایت از ملت مظلوم سوریه به سوریه رفتند. میخوام از شما بدانم که آیا واقعا جوانان شیعه افغانی و یا لشکر فاطمیون به طور داوطلبانه به جنگ سوریه رفتن یا اینکه با تطمیع و تهدید و پول و آزادی از زندان و غیره چیزهایی که رژیم آخوندی ایران و اطلاعات ایران به آنان پیشکش نمود و آنان را مجبور کرد به سوریه برود؟ قطعا همون رقمی که دوستا از طریق رسانه ها و صفحات خبری آگاه دارن و کسانی که در سوریه در مقابل انقلاب سوریه جنگ رفتن، یک بخش از اینها منظورم مهاجرین است که در ایران بود، ایران با فرستاده شدن. در بین از اینها افراد مختلفی وجود داشته. طبعا یک بخش زیادتر و عظیم از اونها مردمانی بوده که نظام ایران از مجبوریت از اونها سوء استفاده کرد و خاطر. بله، من صدای استاد ندارم احمد جان. یک خاطر از اونها گویا تابعیت ایران داده بشه یا فامیل اونها مورد حمایت مالی قرار میگیره، یعنی با وسایل مختلف تطمیع کردن و به خاطر کشتن ملت مسلمان مظلوم سوریه. بله صدا رو میشنوین؟ بله، حالا خوب شد. اول قطع وصل، ادامه بتین. بله صدا رو میشنوین؟ ادامه بتین. بله حالا خوب شد. بله ادامه بتین استاد، صدا شما میرسه به ما. صدای شما را داریم، بفرمایید. سوریه تحت عنوان فاطمیون هستند. یک بخش عظیمی از اینها از جوانان بودند به خاطر کار یا به خاطر مجبوریت به ایران رفته بودند. در اونجا توسط سپاه پاسداران ایران به اشکال مختلف مجبور میشدند تا در این صحبت میکنم. صحبت میه؟ متاسفانه صدای شما قطع وصل میشه، صدایتان واضح نیست. صدای شما مثل که به شما صدا دیر میرسه. صدای ما داریم؟ صدای شما را داریم. بله فعلا صدایتان داریم، بفرمایید ادامه بدین. بله صدای ما میشنوین؟ صدا خیلی میره. گفتم باش این از سپاه فاطمیون که تحت سپاه پاسداران ایران با جنگ سوریه رفتند. اکثر از اینها جوانان هستند که به خاطر مجبوریت و کار کردن به ایران میرن و در اونجا توسط سپاه پاسداران ایران به خاطر مصالح ایران و به خاطر تامین منافع ایران مورد سوء استفاده قرار میگیرن و متاسفانه به خاطر کشتن اهل سنت و به خاطر مقابله کردن در مقابل انقلاب مردمی سوریه روان کرده میشن. و حتما یک بخش ممکن ناچیزی از اینها کسانی هم بوده باشن که مردمان افراطی که خودشان داوطلب به این گروه شامل شده باشن، اما اکثر از اینها جوانان هستند که از روی مجبوریت ها به ایران در اونجا توسط نظام ایران و توسط سپاه پاسداران ایران به خاطر تأمین منافع و مصالح سیاسی ایران مورد سوء استفاده قرار میگیرد. درست، تشکر. شما گفتین که تعداد زیادی از اینها از فقر و بیچارگی و تنگ دستی آنان رژیم آخوندی ایران استفاده سو کرده و آنان را به سوریه فرستاد و شاید تعداد اندکی از شیعیان افراطی باشند که داوطلب در این جنگ سهم گرفته باشند. سوال اینجاست که آقای مزاری در خلال این مقالش همچنان مدعی میشه و همونگونه که محقق نیست چند قبل در تهران وقتی که سخنرانی کرده بود گفته بود که جوانان فاطمیون یا لشکر فاطمیون و بقیه ملیشه های شیعه تابع سپاه قدس ایران در سوریه با داعش می جنگن. سوال اینجاست که آیا اینها در سوریه با داعش می جنگیدن یا همون گونه که شما قبلا گفتین که اینها در سوریه به خاطر سنی کشی رفتن و اهل سنت را قتل عام میکردن؟ همه کسانی که از قضایای سوریه آگاهی داشته باشند اونا میدانند که انقلاب سوریه که
اصلا از در ابتدا شکل نظامی را بیخی به خود نداشت و مردم در مقابل جنایات چندین دهه خاندان ظالم قیام کردند و اصلا در ابتدا جنگ نظامی بیخی نبود و 1.5% شیعه نصیری هایی که حتی دیگه شیعه ها اونها را به عنوان شیعه هم قبول ندارند سالها هست که به گرده های مردم مظلوم سوریه حاکم هستند و جنایات غیر قابل تحمل و بالای ملت سوریه تحمیل میکنند. مردم در مقابل ظلم بسیار وحشیانه از اونها قیام کردند و در ابتدا اصلا رنگ نظامی را نداشت. بعدا وقتی که با برخورد بسیار خشن ظالمانه و وحشی نظام بشار مواجه شدن، مردم مجبور شدن که دست به سلاح بردارن. در وقت اصلا این جریان که ها فعلا مطرح میکنن وجود داعش و غیره در وقت اصلا وجود نداشت یا دولت اسلامی که خودشان برشان میگن اصلا وجود نداشت که جنگ سوریه توسط ایران به اصطلاح به عنوان یک ابزار مذهبی متاسفانه مورد سوء استفاده قرار گرفت و ایران از انقلاب مردم بنده تلاش شد که نیروهای خود در منطقه تقویت بکنه و به خاطر بیش از 30 تا 40 گروه شیعی از کشورهای مختلف به خاطر حمایت از نظام سفاک بشار به سوریه رفتند. یک بخشی از این متاسفانه جوانان ناگاه یا مجبوری بود که جنگ نیابتی به عنوان عسکر خریده شده مورد سوء استفاده قرار گرفت و تعداد کشته شدند. دیگه این یک متاسفانه بهانه بسیار احمق یک گزی از مردم برای خود ساختن که هر وقت انسانها را میکشن، مردم را به قتل عام میکنن، جنایت نابخشودنی را میکنن، حتی بر اساس گزارش های نهادهای بین المللی نظام بشار بزرگترین جنایت ها را مرتکب شد و کسانی که قطعا بر دفاع از چنین نظام جنگن داعیه از اینها که گویا ما به خاطر مردم دفاع میکنیم یا به خاطر در مقابل به تعبیر خودشون تکلیف ها و غیره و خیره میجنگیم، یک گپ احمقانه است. نکته دیگه که قابل ملاحظه است است که حتی در همین مقاله‌ای که شما با اشاره کردین همه دولت ها را هم اینها در مفهوم تکفیری ها حساب میکنن، همه دولت های جدید هم اینها در مفهوم تکفیری حساب میکنن و جالب است که حتی ایران، امریکا و اسرائیل اینا در همین قالب میارن. من نمیفهمم اینا چی منطقی برای این اصطلاحات احمقانه خود دارن که جور میکنن و در هر جای مردم رو بهانه های مختلف اصل میکشن و بعد یک تاپیر بسیار ساده برای خود یافتن تکفیری های و فلان بشه کنه. ما مقاله زیر خواندم سخنان متناقض بسیار زیادی بود که آدم خنده میگیره که چطور یک انسان میتونه تا این حد به خاطر تأمین مصالح بازاران خارجی خود منافع مردم خود را نادیده بگیره و در مقابل مردم مظلوم یک ملت بسیار به شکل فجیعانه صحبت بکنه و از موقف باطل دفاع بکنه. بسیار خوب. استاد مسلمیار عزیز، آقای مزاری و قبل از این آقایان دیگری همیشه تلاش کردند که راه بازگشت و یا برگشت لشکر فاطمیون به افغانستان هموار شود و به شکل این لشکر بیاید داخل افغانستان به همان فعالیت هایی که در سوریه داشتن در داخل افغانستان ادامه بدهند و تلاش میکنند که برای ما اینگونه جلوه دهند که لشکر فاطمیون فرشته های نجاتی هست که رفتن در سوریه ملت مظلوم سوریه را بعد از اینکه به خاک و خون کشیدن آنها را از زندگی نجات دادن و حالا باید بیایند به افغانستان با تروریسم مبارزه کنند، در حالی که در میان نیروهای امنیتی افغانستان برابر است که امنیت ملی باشد یا اردو باشد و یا پلیس باشد و غیره نیروهای مردمی باشد. ما میبینیم که شیعیان افغانی در این میان هستند، هم در اردوی افغانستان، هم در پلیس افغانستان و هم در بقیه نیروهای مردمی. پس چرا اینها پافشاری دارند؟ چرا اصرار دارند که باید لشکر به نام فاطمیون همانند فاطمیون در سوریه باید در افغانستان بیاین مسلح باشند که اینها با تروریسم بجنگند؟ دولت افغانستان صدها هزار نیرو دارد، در میان این نیرو نیز شیعیان افغانی حضور دارند. پس چرا میخوان که یک لشکری همانند حزب الله لبنان، همانند حوثی ها در یمن یا هشت شعبی در عراق، یک گروه مسلح خارج از چوکات دولت در افغانستان برای شیعیان اصلا به وجود بیاید یا موجود باشد تا بتانن که از طریق او با تروریسم مبارزه کنند؟ چه نیازی به همچون گروه دارن یا فکر میکنن که اینها چیزهای دیگری میخوان، اهداف دیگری دارن؟
کسانی که از پالیسی دولت آخوندی آگاهی داشته باشند اونها به صورت صریح و واضح موقف خود بیان میکنند. این نظام آخوندی ایران یک پالیسی داره تحت عنوان صدور انقلاب به خارج. اونا بعد از اینکه نظام آخوندیشان و انقلابشان در ایران پیدا شد، برنامه‌اش این بود همین انقلاب به سطح جهانی حتی بالاتر ببرن و طبعا آغاز از کشورهای همجوار و کشورهای همسایه از اینها میشه. فعلا ایران در مرحله تطبیق عملی صدور انقلاب است و ایران نظریه پردازهای فکریشان به صورت بسیار واضح و صریح به صورت علنی میگن که ما انقلاب را بدون از پیش‌فرض میکنیم و منظورشان مشخص است که اصطلاح اتفاقی را به عنوان نوع ساختار سیاسی برای همه دنیا و جمهوری اسلامی در بال می‌خواهند. ایرانی ها استفاده از شعارهای مختلف متأسفانه با سوء استفاده مذهب و سوء از شعارهای شیعه و غیره برنامه را در مرحله اجرا گذاشتن. ایجاد دهانات مختلف بیرون از مرز ایران با حمایت مالی و نظامی و تسلیحاتی ایران مثل حزب الله لبنان و امیر رقم شعبی در عراق یا حوثی‌ها در یمن و برنامه صدور انقلاب توسط افراد و جاسوس‌های خریداری خود در افغانستان تحت عنوان فاطمیون پیش ببرند و اینکه اینا یک تهدید بالفعل و بالقوه را همه آگاهان میدانند و طبعا دولت افغانستان و خصوصا مشخصا مسئولین امنیتی را صورت کردند و نهادهای معتبر تحقیقاتی هم بیان کردند. فکر می‌کنم همه کسایی که از قضایا آگاهی داشته باشند خیلی واضح می‌دانند که موضوعی که فعلا در کشورهای اسلامی در کشورهای مختلف جنگ‌های که برای انداخته میشه قطعا به اینجا بسیار قدرتمند حضور داره و اونا می‌خواهند که با سوء استفاده از اصطلاحات مثل مذهب و فلان برنامه صدور انقلاب را به تعبیر خودشان در کشورهای همجوارش و در کشورهای دیگر پیاده بکنن و متاسفانه در افغانستان هم همین برنامه فعلا در مرحله عملی است. قبلا تنها در مسئله از لحاظ فکری و فرهنگی کار میکردن و نهادهای بسیار زیادی را در افغانستان متاسفانه فعال داشتن که به خاطر ذهنیت سازی و برنامه عملی ایران اونها را تمویل میکردن و میلیون ها را پر این مسئله مطرح میکنن. فعلا بعد از کارهای فکری و فرهنگی که در این زمینه کردن مرحله عملی شدن. ایجاد فاطمیون در افغانستان و امیر رقم در لبنان، حزب شعبی در عراق و حوثی‌ها در یمن بخشی از تطبیق در منطقه است و من فکر میکنم یک خطر بسیار جدی برای همه کشورها است و مخصوصا سنت از این جد مثلا بسیار صدمه جدی ببینن اگر نظام ها و مسئولین و جریانات و احزاب اسلامی مطرح در منطقه اگر این خطر را متوجه نبوده باشن ممکن در کوتاه مدت موضوع به حد پیش بره که شاید امکان مهار کرد. خوش مشخصا در افغانستان متاسفانه وضعیت به این شکل است. این بحران های عجیب و غریبی را می‌بینیم که به صورت بسیار واضح توسط ایران در افغانستان ایجاد میشه و متاسفانه اگر به حد جدی میشه که دولت از مهار عاجز میشه. شاید قضیه از چند فبری که چند وقت پیش دستگیر شده بالاخره پس دوباره دولت مجبور شده رها بکنه. مسئولین به دولت افغانستان به صورت بسیار واضح اعتراف کردند که قدرت تحریر نداشتن که کسی که بدین کردن نگاه بکنن. این از سخنرانی رئیس امنیت ملی تا وزیر داخله اگر کسی شنیده باشه به صورت بسیار واضح نمیبینه. پس ضرورت داره به این که مردم افغانستان و مردم منطقه و حتی نظام ها خطر این مسئله را جدی بگیرن و به هر وسیله ممکن با جلوه این آشوبگری ها و فتنه انگیزی ها و ایجاد جنگ های فرقه‌ای و قومی و مذهبی را که ایران میخواد با همین ابزار و با همین وسیله وارد شود و در مورد تامین مصالح خود باشه جلوه وزیر باید گرفته شود و مردم آگاهی داده شوند. خصوصا من فکر میکنم اونهایی که به عنوان یک وسیله مورد سوء استفاده قرار میگیرن ضرورت داره که اونها هم آگاهی داده شوند که شما مردم به خاطر بیرونی ها جوانان خود را قربانی نکنین و در کشور خودتان آشوب و فتنه و جنگ و قتل خونریزی به راه نیندازین، چون این به خیلی هیچ ایجاد جنگ های فرقه‌ای در افغانستان میتونه یک بخش از برنامه ایران بوده باشه که قطعا به منفعت هیچ کس نباشه. یقینا تشکر میکنیم استاد مسلمیاری عزیز از اینکه برای ما و بیننده‌های عزیز برنامه قلبی آسیاب وقت دادین. تشکر از شما و خداحافظتان. گفتگوی داشتیم با استاد مبشر مسلمیار استاد دانشگاه کابل در مورد حرف‌های آخوند مزاری. گفتن که باید دولت افغانستان و
نیروهای موجود در افغانستان، احزاب سیاسی، احزاب جهادی، علمای افغانستان، همه باید متوجه این امر باشیم. شیعیان افغانستان و اهل سنت افغانستان همه باید بدانند که دامن زدن به جنگ مذهبی در افغانستان به نفع هیچ کسی نیست جز ایران و البته به ضرر هیچ کسی هم نیست جز ملت ستم دیده افغانستان. باید با هر وسیله ممکن جلوی این جنگ گرفته شود، جلوی حضور ملیشه‌های مسلح شیعه در افغانستان باید گرفته شود. بله، احمد جان میگوید که مهمان دیگه ما ارشل احمد مراد، فعال اهل سنت بامیان، با ما روی خط هستند. برادر مراد، اگر صدای مرا دارین، در آغاز خدمتتان عرض سلام و ادب دارم. السلام علیکم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خدمت شما و خدمت همه بیننده های تلویزیون شما بسیار زیاد سپاس از شما که همیشه وقت در فکر یک خشتی هستین که واقعا در افغانستان که تنها در جهان پلان شومی دارند که یک حکومت مستبد بسازند، خصوصا کشور ایران که در افغانستان هم در این وقتها بسیار کارایی میکنند. من بسیار خوشحال هستم که امشب با شما در برنامه است. تشکر میکنم برادر مراد عزیز، فعال اهل سنت بامیان. ما بارها با شما در مورد قضیه اهل سنت بامیان صحبت هایی داشتیم و شما از مشکلات آنان با ما شریک می ساختید. حالا هم ما دیدیم طی روزهای گذشته که هواداران علی پور در نقاط مختلف افغانستان به خصوص بامیان وقتی که تظاهرات کردن، ما دیدیم دوایر حکومتی، دوایر دولتی، دوایر ملکی را که تنها ملکیت عامه مردم افغانستان هست، هم شیعیان هم اهل سنت از او استفاده یکسان میکنند، آنها را با آتش کشیدند. به خصوص در بامیان فکر میکنم همچون چیزهای رخ داد. ما تصاویر را از صفحه فیسبوک شما گرفتیم که چطور آنها دوایر دولتی را در بامیان با آتش کشیدند. چی گفتنی دارید در مورد؟ ما واقعا همین تصاویری که ما هم دیدیم بسیار متاسف هستیم که در بامیان کسایی جای گرفتن که از بامیان نیستن، از دیگه کشورها دیکته میشن. آنها در بامیان وقتی که مقام ولایت باشه بریم محکمه را با آتش بکشیم، شیشه‌هایش را مایده بکنیم. چی نیاز است که بریم سر فرماندهی یا قماندانی امنیه بامیان؟ آنها مشخص است کارشان، روششان که قماندانی امنیه بامیان یک سنی است، محکمه سنی است. نمیخواهند که در بامیان یا چی در افغانستان سنی ها سر قدرت باشند. ما مشکل نداریم با دیگر برادرهای هزاره که اونها در افغانستان هستند. اینها کسایی هستند که از خارج خصوصا از ایران یا دستور میگیرند که باید ما چی کار قدرت نمایی هستند، همیشه وقت کارایی میکنند مثل که شرک سازی میکنن. شرک سازی کردن در کابل، شرک سازی کردن مرکز ثقل قدرت را بگیرن که یک حکومت خودمختار مثل سوریه بسازن که اونجا دست ایران کار بکنن. مثلا بامیان قصد دارن که بسازن بامیان هزارستان، چون این یک پلان ایران است. درست. اونها مشکل با دیگه کشورها دارن و میخوان که بین افغانستان یک نفاق وجود داره، یک شیعه بسازه، یک سنی بسازه، ولی پلان خودش پیش ببره، یک خانه جنگی در افغانستان بگیره. درست. برادر مراد، شما واقعا ما را در حیرت انداختین. گفتین که محکمه بامیان و قماندانی امنیه بامیان را با آتش کشیدن و مورد هجوم قرار دادن به خاطر اینکه رئیس محکمه و قماندانی امنیه اندوپوست بامیان از اهل سنت هست. یعنی بقیه دوایر حکومتی را دست نزدن، غرض نگرفتن، تنها همین دو اداری که در رأس آن دو اهل سنت از اهل سنت بود، دو فرد، به این خاطر با آتش کشیدن؟ نه، دیگه ادارات دست نزدن. بعد میرفتن دنیا، چون اگر مسئله علیپور بود، علیپور امنیت ملی گرفته و ریاست امنیت ملی بله. والی بامیان میرفتن. بله. تو مقام اولی ولایت بود. یقینا. محکمه چی دست داشت بره از محکمه؟ باز اون که در محکمه میامد بازو در بامیان نبود، میامدن در کابل کارا میکردن. این کارا کلش قصدی هستن، کارایی هستن که خود نشان میتن نمیخواین اولین پلانی که یاد دارن از بامیان شروع بکنن که بامیان هزارستان بسازن. چون بامیان قصد کردن ملکت های اهل
ترسانون خصوصا تاجیک‌ها و پشتون‌ها را اونجا چند سال میشه شرک‌سازی تقریبا در بامیان عملی شدن. درست. در کابل هم که میبینیم مرکز ثقل قدرت هستن، یک روز جاده ها را بند میسازه، کلش قدرت نمایی است از طرف کشورهای خارجی خصوصا از طرف ایران و این کشورها. ما بتوانیم باور داشته باشیم که ما میتونیم قدرت داریم که در یک روز اگر دست این کشورها نمی بود، چرا قیصری اگر این بود او چرا اعلان نشد؟ چرا جنرال قریشی اعلان نشد؟ آیا دست اگر دست ایران نبود، اگر علی پور اگر سلاح غیر قانونی در بامیان دست ایران نباشه، خرج مصرف میکنه، رکتیبت ایران نمیته. اونها یک ملیشه میسازن به نام در وقتا آوازه هستند که به نام لشکر فاطمیون که مرکز اینمی فکر میکنم در اینمی مناطق بیان و بیسوده اینجاست که از اونجا باز شروع بکنم. کابل هم مرکز ثقل قدرت گرفتن. در آینده افغانستان یک راستی احتمالش داره که جنگ های نیابتی، جنگ هایی که در دهه 70 بود، این تکرار نشود. این روشی که فعلا حکومت افغانستان داره این حتمی تکرار شده نیست. اینجا هر جریان هر قومی میخواهند که مرکز ثقل قدرت بگیرن، باز اونجا که نفوذ زیاد داشتن میتونن از اینجا هر کاری بکنن. ما مثال خوبیش در کابل میبینیم. در کابل یک روز تمام جاده ها بند میشه، مامورین کسایی که دولت است کار کردن نمیتونه، مردم از خانهشان برآمدن نمیتونه. اگر این قسم پیش بره 2 سال بعد دیگه تمام افغانستان اینمیا از خارج تعمیل میشن یا میگیرن دیگه. ببینید در بامیان کسایی آمدن که ما نمیشناسیم. ایجا از بامیان رفته پشتر غصب کرده، زمینی مردم غصب کرده، خانه ساختن. این خانه سازی اگر این قسم دوام بکنه، این نفوسات خارج آماده روان هستند به خاطر که میخوان یک حکومت خودمختار داشته باشه. وقتی ما از افغانستان هستم، خود از افغانستان فکر بکنم، ما در کسی گپا نیستم، جایگاه مشخص است. جایگاه ما در کجاست؟ جایگاه سیاسی در کجاست؟ جایگاه فرهنگی در کجاست؟ جایگاه اجتماعی در کجاست؟ خانه ما در افغانستان، من نگران نیستم، ولی اینیا کسایی هستن که نگران هستن، میفهمن که ما جایگاه ما در افغانستان نیست. سر از داد زده روان هستن، میخوان که این جایگاه را بگیرن. با حکومتی که در سوریه و عراق و کجا برای خودشان ساختن، یک قدرت دیگر در مقابل کسایی که همراهشان طرف هستند، خصوصا امریکا با اونها یا عربستان خود درگیر بسازن، از اینجا استفاده بکنن. ولی خواهشی ما از بزرگا، از کسایی که در این زمینه کار میکنن نیستن که جلوی قسم مردم ها رو واقعا بگیره. درست. فکر میکنیم که برادر مراد عزیز، آیا فکر میکنیم که دولت افغانستان توان این را دارد یا اراده این را دارد که جلوی این آشوبگری ها را بگیرد؟ ولی متاسفانه که دولت افغانستان نداشت در امی تظاهرات بگویم یا آشوبگری بگویم یا هر چی که نامش بگویم، نبود، مدنیت نبود، یک زورآزمایی بود. هر کس باز میخواد در افغانستان امیقسم زورآزمایی بکنه. در دولت چی مشروعیت مانه؟ وقتی دولت مشروعیت داشته باشه، از نگاه قانون یک کسی را یک مجرم بگه او به قتل و کشتار و خونریزی متهم باشه، با زور اعلام بکنه، دیگه من باز علیه دولت اقدام میکنه. این یک اساسیت های بسیار بزرگ، یک پس‌ارزه های شاید در آینده داشته باشه. دیگر اقوام هم علیه دولت استاد شد. اگر قسم تقاضای ما است که دولت وقتی که یک مجرم هم میگیره دستگیر میکنه، نباید یک تیم خاصی، یک جریان خاصی که از بیرون سپورت میشن و فشارهای بیرونی سرشان میاین، سر دولت خصوصا بگیره یک مجرم آزاد کنه. یقینا علیپور اگر هیچ جرم دیگه نداشته باشه، همین چند مدت قبل تقریبا 1 ماه هم شاید شده باشه، در غزنی وقتی که او را نیروهای امنیتی افغانستان محاصره کردن و تلاش کردن که او را بازداشت کنند، در همان محاصره
او 5-6 تن از پلیس و نیروهای امنیتی افغانستان را کشته و پا به فرار گذاشته بود. تنها همون جرمی که اونجا انجام داده بود که 5-6 تن از نیروهای امنیتی را کشت، این خودش بزرگترین جرم بود. نباید همچون مجرمی با این سادگی رها میشد، اما فکر میکنم که فشارهای سفارت ایران بر ارگ خیلی زیاد است. واقعا ما در جریان بودیم. دمو چند ماه پیش هم که کماندان امنیت بامیان، رئیس امنیت بامیان رفته بود، او جریان هم اینها تظاهرات کردن در بامیان، سر کماندانی آمدن که تو چرا رفتین؟ در حقش است، مسئول امنیت است، باید بره. وقتی بازم برو سر ولایت برید. این چرا نشان میده؟ یک تعصب نشان میده، تعصب آشکار نشان میده که واقعا اینها کسایی هستند که بیرون دکر میشه که برین در فلانی جای فلانی را هدف بگیرید. واقعا این مجرمیتش ثابت است دیگه، ولی متاسفانه فشارهای خارجی سر حکومت افغانستان بسیار زیاد شد. یکی این بود، این فشار از فشارهایی که در داخل هم باشه، یک عاملات سیاسی هستند که ما بگیریم. مثلا از برادرای دیگه ما اینی گپایی هم شاید شده بتونه، ولی زیادتر فشار در نظر ما فشارهایی هستند که ما از ویدیوی دارم، سند دارم، از بامی میرم، مثلا در جنگ سوریه میرم، چه خبرشان ماش داده میشن. این چیزا بسیار است در بامیان اتفاق افتادن. تشکر میکنم برادر. خود ما که در بامیان زندگی میکنیم. درست. تشکر میکنم برادر ارشل احمد مراد، فعال اهل سنت بامیان که با ما بودید. انشاءالله که در برنامه‌های آتی نیز شما را با خود داشته باشیم. تشکر از شما. خدا حافظتان. گفتگوی داشتیم با برادر ارشل احمد مراد، فعال اهل سنت بامیان. گفتن که این تظاهرات نبود بلکه آشوبگری بود، همان گونه که وزیر داخلی افغانستان این را آشوبگری نامید. بیاین به یک گوشه از این تظاهرات میبینیم که چه جریان داشت، چی میخواستن و چی کردن. احمد جان اگر بتانی کلیپ شماره 7 را، بله کلیپ شماره 7 را اگر به نشر بسپاری ببینیم. تهدید علنی هواداران علیپور برای دامن زدن جنگ مذهبی در افغانستان. علیپور از بین بره، فراموش نکنه که مردم از این موضوع را عقده خواهد گرفت و آخر آنقدر خرابی بکنیم تا اشرف غنی خودش بفهمه. ساعتی پس از بازداشت علیپور، فرمانده خیزش‌های نیروهای مردمی صدها باشنده غرب شهر کابل دست به تظاهرات زدند. محترضان با تجمع در چوک مزاری در مربوطات حوزه ششم امنیتی شهر کابل خواهان رهایی فوری علیپور شدند. علیپور برای مردم ما جنگیدن، مبارزه کردن تا آخرین حق. ما آماده هستیم، سر میتیم ولی سنگر نمیتیم. ما برای حمایت از علیپور ایستاده هستیم. مرد میخیزیم، پیر جوان میخیزیم. ما تا آخرین قطره خون خود ایستاده هستیم که از این دولت فاسد ما صلح‌آمیز نه مدنی ما دفاع میکنیم، نمیکنیم که باشندگان کابل حکومت را به قومگرایی متهم میکنند و هم میگویند که تا زمانی علیپور از بند رها نشود دست از اعتراض بر نخواهند داشت. خواست ما از این دولت فاسد دیگه هیچی نیست، رهایی بدون قید شهر قماندان علیپور. خب ما تا زمانی که علیپور آزاد نشده تظاهرات میکنیم و این جنبش‌های خود رها ما حاضر هستیم بارها قربانی بدیم تا وقتی که یک نسل از مردم هزاره زنده است اجازه نمیتیم که دشمن ما سر ما کامیاب شود. و اگر قرار بری باشه که امروز علیپور دستگیر شود، فراموش نکنیم که هزاران تا علیپور دیگه اینجا وجود داشت. تا که آقای علیپور ما آزاد نکردیم ما میجنگیم. تا که آقای علیپور ما آزاد نکردیم ما میجنگیم. دوستای عزیز لطفاً به صفحه بپیوندید، لطفاً هماهنگی بکنین، اطلاع رسانی بین همه بکنین. باید همه با خبر باشه که نه برین. شما چیکار داشتین؟ یه گاز موندم. شما کارتون کنید مشکل. استاد نکنم باشه برین.
قماندان علی پور به حوزه 13 امنیتی حوزه 13 است، در بخش اظهارات است. لطفا همه چهار طرف حوزه 13 رو بگیرین و بخش اظهارات از اون رو پیگیری بکنین، نمانین که از اونجا انتقالش بده. اگر از حوزه 13 انتقال داد دیگه ما نمیتونیم اون رو دریافت بکنیم. لطفا یک کار بکنین تا اینکه هر کس که در هر جای هست خود به زودترین فرصت یک گروه کمربندی در پل سوخته، یک گروه کمربندی در پل خشک و یک گروه بسیار زیاد لطفا در حوزه باشین، حوزه رو محاصره بکنین از چهار طرف، نمانین علی پور را از حوزه انتقال بدن. اگر انتقال داد دیگه ما نمیتونیم اون را چی بکنیم. خبرات دقیق همین دقیقه به ما رسیده که علی پور برای فعلا دقیقاً در بخش اظهارات حوزه 13 است. در بخش اظهارات حوزه 13 علی پور است. لطفاً اقدام بکنین، یک کار بکنین، نمانین که مردم پراگنده شوه، خبرهای دروغ و خبرهای ناموثق را در بین مردم فاش نکنین. علی پور در حوزه 13 است، در بخش اظهارات. لطفاً همه خودتان به حوزه 13 برسانین و هیچ کسی نمانین که او را از اونجا انتقال بده. کمربندای پل سوخته و پل خشک را فراموش نکنین. یک گروه باید حتما پل خشک با اعضای شورای عالی به همان شده، اعضای شورای عالی خود در اونجا تقریبا کم مونده میرسانن و دیگران در راه هستن. همه باید یک کار بکنین. لطفاً نترسین، زمان ترسیدن نیست. علی پور مخالف دولت نیست که ما با تشکر احمد جان. بیننده های عزیز دیدید که چطور مردها به جای خود این خانم ها و این دختر خانم ها چطور تهدید میکردن و این دختر خانم اخیری چطور آدرس میدهد که بروید حوزه 13 امنیتی را محاصره بکنید. اطلاعات دقیق برش رسیده که علی پور در بخش اظهارات حوزه 13 امنیتی است. سوال اینجاست که امنیت ملی افغانستان علی پور را بازداشت کرده بود. چطور به این دختر خانم اینقدر موقعیت مشخصی علی پور هم برش راپور میرسه، برش اطلاع میرسه و ای در صفحه فیسبوک میآید و دیگران را دعوت میکنه که برین حوزه 13 امنیتی را محاصره کنین و نگذارین که علی پور را از اینجا ببرن. این وضعیت خانم ها و دختر خانم های فاطمیون در افغانستان است. فکر کنید که از مردهایش چه توقعی دارین؟ افغانستان به کدام سمت و سو روان است؟ واقعا جای نگرانی جدی هست. این را باید به شوخی نگیریم. احمد جان میگوین که مهمان بعدی ما استاد ابراهیم عزیز، فعال افغان از آلمان، با ما روی خط هستند. استاد ابراهیم عزیزم هستی، تخلصتان هم عزیز. خدمتتان عرض سلام و ادب دارم در آغاز اگر صدای برام میشنوین. السلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ان شاء الله تعالی ما از طریق برای وطندارای خود، برای تمام مسلمانان فارسی زبان چی در افغانستان و چی در اکثر نقاط دنیا عرض سلام و احترام دارم و منتظر هستم که از شما بشنوم چیز امر باشه. ان شاء الله گوش به فرمان شما. علیکم السلام و رحمت الله. تشکر. سلامت باشید که برای ما بیننده های عزیز برنامه قلبی آسیا وقت گذاشتید. میخواستیم از شما این را بدانیم. ما در مورد آشوبگری هایی که در این اواخر شیعیان افغانستان در نقاط مختلف افغانستان انجام دادن، برادر که از بامیان با ما روی خط بودن گفتن که در روز تظاهرات اینها رفتن دو اداری که در رأس آن دو اهل سنت بوده، یکی ریاست محکمه بامیان و دیگه قماندانی امنیه بامیان که این دو مربوط اهل سنت بامیان میشد، همین دو را به آتش کشیدن. علی پور در کابل بازداشت میشه و اینها میروند دو اداره دولتی که در رأسش دو تا از اهل سنت هست او را به آتش میکشند. تحمل این را ندارند که دو اهل سنت در بامیان در دو پوست آن ولایت باشند، در حالی که 40% نفوس بامیان را اهل سنت تشکیل میدهند. سوال اینجاست که این آشوبگری هایی که ما فعلا داریم میبینیم، شما البته یک چند لباس پیشتر از ما کهنه کردید، قبلا هم به خصوص در ایام جنگ‌های داخلی بعد از جهاد، در جهاد که اینها سهم چندان نداشتند، بعد از جهاد در جنگ‌های داخلی هم اینها آشوبگری‌های فتنه‌گری‌های در مقابل اهل سنت و بقیه اقوام افغانستان داشتند یا خیر؟ بله، بسم الله الرحمن الرحیم. قبل از اینکه وارد بحث شویم در مورد جنگ‌های داخلی در افغانستان، یک قدم از اون کده فراتر میگذاریم. زمانی که خمینی در ایران قدرت را دست گرفت، یگانه کوشش از این بود که دامن زدن مسائل شیعه و سنی و اولین بارهایی که من شنیدم از استاد بسیار بزرگوار
رحمت الله علیه استاد دکتر اسحاق احمد که مبارک میفرمایند، میگه که من در پاکستان ندیده بودم و زمانی که خمینی به قدرت میرسه توسط خود شیعه‌ها و توسط خود همین جاسوسایی که امروز در داخل افغانستان هستند، اون روز در دیوارهای پاکستان خودشان نشته کردن که شیعه کافره، که شیعه کافر است، تا احساسات مردم و مردم مظلوم قرار بده و این کارا را اونا از اونجا سازمان دادن. بالاخره آیسته آیسته در زمان جهاد شما می‌بینید که 8 تنظیم یا 7 تنظیم سیاسی در داخل خود ایران رشد کرد. درست. که اونا عقیده رافضیگری و اینمی جنگ‌های نیابتی را به خاطر، یعنی مثل که یک فوج تحت پوشش در داخل افغانستان اینا داخل کردن. درست. بالاخره از اثر و از کمبود تجربه و یا عدم اتفاق رهبرای جهادی اینا توانستند که در اونجا اهداف خود پیاده کنند و هزارات مسلمان که به نامی که اهل سنت و جماعت است اینا قتل کردند، سینه های زنا را اینا بریدن، در فرقای مردم ها بیخ کوبیدن. حتی اینا دیدن ما چقدر میتونیم که ولادت یک خواهر خود ببینیم و زنی که عاملدار طرف شفاخانه میرفت اونا خودشان تماشا کردن. و در مناطق قلعه شاده و دشت برچی و اینا از مرده ها در کانتینرها تنها از پستانهای زن یا کانتینر رو بیلرها را پر کردن و برای هیچ کابلی و به هیچ افغان جنایت از اینا چشم پوشیدن نیست و کلگی الحمدلله که از این جنایت از اینا خبر دارن که در اون زمان هم اینا استفاده کردن از همین شر و سر و وقت مردم نمیفهمید، فکر میکردن که اینا در صف مجاهدین هستن، در حالی که اینا یک مشت نوکر فاطمیون یا غاصبیون یا رافضیون آخوندهای ایران هستند. و اینو من با اطمینان میگم که تمام شیعه و تمام افراد افغانستانی که شیعه هستند در درون افغانستان و کابل اونا راضی نیستن و هماهنگ و با اینا یک دست نیستن، چون اینا قدرت دارن و امکانات پول گزاف میگیرن. یک مشت مردم مجبور را مثل که 50,000 افغان بیچاره که از کوچه های تهران و ایران به خاطر کار و بار رفته بودن بیروزگاری، اونا را مجبور میسازن و پول میدن و سوریه و اینجا را میکنن. فاطمیون با اون لشکر او وقت هم که از طرف ایران، از سفارت افغانستان، از سفارت ایران در افغانستان اونا پول دریافت میکردن به خاطر مرام و اهداف سیاسی آخوندهای ایرانی. درست. یعنی این جنایاتی که اینها فعلا دارن انجام میدهن جدید نیست، یعنی در سابق هم اینها جنایات بزرگتر از این را انجام دادن. بله بالکل دارن و اگر اینا چانس پیدا کنن، ببینید شما وقتی که عسکر اشغالگر امریکا داخل افغانستان میشن اینا هیچ مخالفت نشان نمیدن به خاطر که اینا مثل یک مار اهداف پلید خود را دارن. و از همون زمان که در درون کودنی که شما بیشتر فرمودین که اینا امنیت ملی و با آتش میکشانن پوسته های پلیس، به خاطر که اینا در درون دولت رخنه دوندن، با پول ایران و قدر قدرت پیدا کردن. اینا که معاون اول رئیس جمهور از دنیا میشه، در امنیت ملی، در اردوی ملی، در پلیس ملی در طول 20 سال اینا منظم و تحت ادعایات بادرای خود از ایران اینا دستور میگرفتن و اینا همه جای دویدن. و متاسفانه یک احترام که باید است که بگویم سیاستمدارای نادان ما به خاطر اخذ رأی و به خاطر سیایی لشکر از گروه همچون افراطی و همچون از گروه تروریستی که مسلمان ها و علما را به شهادت رساندن، اینا در قالی خود اینا را جای میتن و الان هم کرد، چون مسئله انتخابات در پیش میاد. از احبار به خاطر اینکه باش که من رأی از اینا را بگیرم با اینا در برخورد نمیکنن و حتی تروریستشان که علی پور تروریست که خودش اقرار کرد این دولت ایران میتچید به خاطر که در آینده ما از امکانات ایران و از رأی از اینا بتونم استفاده کنم. یک تهدید بسیار جدی، تهدید جدی هست. راه حل چیست در آخر؟ بله، راه حل باید است که سیاستمدارا و اونا بیدار شوند که اگر میخواین افغانستان مثل سوریه و خاک خون کشیده شود و تمام علمای اهل سنت و جماعت غلامی و بردگی رافضی نکنن، اینا چی کنن؟ با اینا مدارا کنن. و اگر نه، اگر میخواین که اینا استاد شوند در مقابل از اینا چی اعتقاد کنن و اونا یک دیگر را بپذیرن به خاطر اختلافات
سلیقوی خود هم امت از هم نپاشند. درست. اگر احزاب سیاسی اهل سنت و جماعت که در درون افغانستان است، با دیگر احزاب من یک گپ مرتبط می‌زنم، مثل که داعش نمایندگی از اهل سنت و جماعت نمی‌کنه در درون افغانستان فعالیت دارند، فاطمیان از مردم افغانستان حتی از شیعه افغانستان اینا خدمت شما عرض کنم که نمایندگی نمی‌کنند. درست. اونا شیعه‌های اصیل افغانی را که اونا نمی‌خواهند که نوکر ایران باشن، الحمدلله زیاد داریم ما از همچین افراد استفاده کنند و به خاطر سیاسی لشکر با اینا همکاری نکنند و مثل ازی که یک نوکر و یک غلام عقبه گوش شده، اینا با ایران امیر همپیما دارند و سیاستمدارای ما باید از این موقع بسیار زیاد استفاده درست کنند و اینا متحد شوند با هم. تشکر میکنم استاد ابراهیم عزیز گرامی. تشکر از شما که برای ما وقت دادید و خداحافظتان. بیننده های عزیز، در این برنامه همینقدر داشتیم که خدمتتون عرض کردیم. تا قسمت بعد همه شما عزیزان را به خداوند یکتا و یگانه میسپاریم. الله یار و مددکارتان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.